خانه و چوتاش نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد؟ اون کامگاه بندگی رو سیگار. خبری ماشین گردید. بانکی جهانی در تحقیق نوی خود در باره камбизоатӣ در آسیای میانه از فوق‌العاده سست شدن سرعت کاهش فقر در تاجیکستان خبر داده است. در سالهای اخیر بنا به تخمین بانک تعداد камбизоатҳо فقط 1% کم شده است. ساکنان میگویند این کاهش را احساس نکردند. زندگی نمیشی پنسیون میگیریم میخریم تمامی زندگانی گیشی نیست همش تمام اما زندگانی یک پیر کمپیر یک بچم سرما دختن سرما غلطی است هرچم میدیم خلاص کنیشم نمیتونیم زندگانی قیم. با تخمین بانک جهانی اگر تاجیکستان سرعت پیشینه را نگاه می داشت تا آخر سال از میان اهالی 9 میلیون نفری فقط 1 میلیون یا اندکی بیشتر از 13% اهالی камбизоат بودند. حاضر هیچ جور اصلا نمیتونم کار ندارم پول ندارم. من زنه کسل خوب خونم هیچ کنی نگاه نمیکنم. دو کردن گفتم پیسه زیاد میکنیم پیسه زیاد نکردم. در تاجیکستان تا سال 2008 مهاجران کوریاش سالانه میلیاردها دلار به خانواده‌هایشان میفرستادند و اقتصاد کشور را به پیش حرکت داده در خلاص کردن مردم از فقر کمک میکردند. بعد آن سال بحرانی و سالهای دیگر انتقال پول کمتر شد و از این رو اقتصاد تاجیکستان حرکت پیشینش را از دست داد. تکانهای بیرونی اقتصادی نیز سهم خود را گذاشتند. سوم نداریم که یک گلگونه کرده کنیم یا ایتا اوتا کنیم این همیتا камбизоат این وقت نمیشه هیچ. با گفته بانک جهانی فقر و камбизоатӣ بیشتر از همه در دهات دیده می شود. بر اساس گزارش اگر در شهرها 21 از 5% ساکنان камбизоат باشند در دهات کشور 30 از 3% گرفتار فقر بودند. من 65 سال استاژ کاری دارم. تو همون پنسیون را برهم دادن تا همون پنسیون را من کار میکردم در دام براولینی کار کردم در خلیب زوادم کار کردم در همه جاش کار کردم همه 65 سال استاژ کاری 65 سال 413 است. یک پریزش بردگی می شود 200 توم 300 توم میخری یک پریزش میبری خودم نمونم. کمک پولی که از دولت به افراد камбизоат جدا می شود نمی تواند سطح زندگیشان را بهتر کند. از این رو این گروهی آدمان به کمک افراد سخاوتمند امید می بندند. آدمای به کسی به ویان هیچ که یاردم نمیکنم. اگر نه دمی حالت هستم یاردم نمیکنم. این خیلیش میتیه اینش 10 تومن 15 تومن این خیلی میتیه. من دروغ نمیگم برای که گپا باید مروز زنیم چرا مسافر تو باید خیلی تینی رنگت با میتیه. کی یاردم میکنه همه میگه خودم باشم تمام. اینا میگن که مامالی خیلی گپ فقری گام میزنم میگه که بوی سوزه خلق بوی سوزه نه که ما بوی نشدیم کمبغل شدیم نبرو. بانک جهانی هم به کشورهای منطقه توصیه داده است سیاستی را پیش بگیرند که به تأسیس جایهای کاری مساعدت کند و دست گروه‌های آسیب‌پذیر به مثل جوانان و زنان را بگیرد تا در بازارهای کاری رقابت‌پذیر باشند و برای خود جای کار مناسبی پیدا کنند. مشکلی که سالهای زیاد است مردم زیاد تاجیکستان آن را دارند.